آدمایی که کارهای بزرگ کردن انگیزشون از یک خشم یا تحقیری معمولا بلند شده، از یک دیده نشدنی بلند شده. این بزرگترین انگیزه است. یعنی من میخوام بگم اگر همراهیت نمیکنن، اگر تشویقت نمیکنن، اگر بهت سرمایه ندادن، اگر اصلا پدر مادری نداری که بهت سرمایه بدن، you are lucky، تو خیلی خوشبختی. چون قدرت بیپولی خیلی زیاده، تو خیلی انگیزه داری برای تلاش کردن. قدرت حامی نداشتن خیلی زیاده، چون تو باید حامی خودت بشی. و آدم‌هایی که حامی خودشون میشن، آدم‌هایی که پول ساز میشن، آدم‌هایی که دخترایی که بابای خودشون بودن، دخترایی که حامی خودشون بودن و پسرا فرقی نمیکنه، حامیای خوبی هستن، چون میدونن حامی نداشتن یعنی چی. من مدیون همه آدم‌هایی ام که جوابمو ندادن، که بهم نگفتن. من دست همه اون آدمایی رو که نادیدم گرفتن میبوسم، چون اونا باعث شدن من به ورژن بهتری از خودم تبدیل